اینجا ویدیو خیلی واقعا جدی هم واقعا نیومده بودیم اینو بشکنیم، ولی بنده خدا داشت میرفت که اومدم بدوم بردارم ترکید گوشی متاسفانه. آقا هلو آقا سلام. عشق منین. بعد اینکه گفتیم 500 تا ساور رو چی رد کنیم چیکار میکنیم؟ هزینه میکنیم و همه چی میشکنیم. آره البته بگیم که حالا نشون میدیم. الان واسهتون شاید سوال بشه کجاییم. فیلم بردار نشون بده. ما توی یکی از باغامونیم، باغای دماوندمون که اینجا حالا پارکینگشه، ریا نشه. اونجایی که آره این درخت‌ها، حالا منو بگیر این بغل رو نشون بده. استخر آلاچیق و اینا. یه بنز قدیم داشتیم و حالا ماشین خودمونو که آوردیم اینجا. حالا خلاصه آقا حالا دور از شوخی اون استادیومی که واسهتون اجاره کرده بودیم بیاید فوتبال بازی کنید و یادتونه اینجا بگیم این زمین بود. ویدیوش هم این بالا ساجست میشه. آره این زمین اجاره که خریدیم به خاطر اینکه از یوی 500 حساب شدیم 1500 حساب و واقعا دمتون گرم. قول داده بودیم که وسایل ریزر و لاجیتک و اینا رو بشکنیم. آقا بیا نشون بده. خب میگفتم اینم دیگه موس ریزر وایپر التیمیت ندادش من. اینا همه سوخته است. این چرا پشم توشه؟ داش دیگه از سقف نه آقا منو بگیر اول توضیح بدم واسه تو سواله که چرا این همه سوخته. آقا واقعا نمیدونم چطوری بگم. ما کلی هزینه کرده بودیم، یه استودیو ساخته بودیم که ویدیوی قبلیمون رو تو استودیو گرفتیم و حالا وسیله باقی مونده ریزر و اینا لاجیتک فرمون کلی ویدیو داشتیم گرفتیم، همه سوخت و حالا نابود شد. تصمیم گرفتیم نه بنداز ببینیم چی میشه. عجیبه هیچ چیش نشد. بعد آقا ول کن بچه‌ها یه چیزی حالا جدی بهتون بگم. آقا ما خیلی دوست داشتیم به خاطر این ویدیو واقعا هزینه کنیم بیایم بشکنیم یا گیو اوی کنیم. احمق نیستیم هزینه کنیم بیایم بشکنیم، ولی خب خرابه ولی واقعا. خب بچه‌ها ما خدای هزینه زیادی اگه دوست دارید همین گیو اوی میکنیم ولی خب آخه چیزی نداره. 13 میلیون. ولی خب بیا اینو نگاه کن. اینجا هنوز حالا اینو من بندازم اینور. اینجا ریزر هنوز نوشتهش هست. از اونور ریزر هانتمن پشتش تقریبا سالمه. آقا بارکد دکمه کار میکنه. دکمه کار میکنه. دکمه کار نمیکنه و دکمه شکست. حالا این دکمه هم کار میکنه و اگه بشکنیم چی میشه؟ ریش کنیم. ناموسا بزنیم ببینیم بردش چه شکلیه. بچه ما یه 200 میلیون ضرر دادیم به خاطر همون ضررها رو یه برامون هم نیست جبران کن. خب بعد بیا اینجا بزن به لب جدول ببینیم بردش چه جوریه. محکم. آره چشاتو ببند. محکم. چشاتو ببند. درست. احمد نه بده. آره نه دقیقاً محکم‌تر. آجی ایول سویچ ها رو میبینیم که ناموسا فکر کنم خب ویدیو اینجا تمام میشه بردش سالمه. خدای نگهدار. خب بچه‌ها سویچ ها تقریبا اوکیه. اوکی که اوکی نیست 100%. واقعا من راضی ام از کیفیت ریزر. حالا این آخر سری میندازیم با ماشینم از روش میره. رازره. حالا یه دونه اینو بندازیم همینطوری اینجا. داداش موسو میکاری برام. آره ای بکن 1 2 3. آقا بریم ببینیم سالمه یا نه. بچه سالمه. شاید باورتون نشه هیچ چیش نشه. البته خب کامل سوخته مسلماً هیچ چیش نمیشه. یه فیلم بردار ناموسا آقا میدیم آخر سر فیلم بردارم میدیم چی انجام بده. خلاصه داشتم میگفتم تقریبا موسو اوکیه. حالا از این پدالم کلاچش کار میکنه فکر کنم. ترمزش کار میکنه. آره ترمزش کار میکنه. حالا اگه اینو بیایم بندازیم اینجا. آقا گفتیم آقا لایک و کامنت و ساب یادتون نره ناموسنا. 1000 تا ساب زدیم دیگه باشه هم بزنیم دمتون گرم تا آخر نگاه کنیم. آقا این ترمز سالمه. این سالم نیست. وایسیم روش. دستامو بگیر. دستامو بگیر. دستاتو دارم. نه ولی حالا بدون شوخی تقریبا بچه‌ها فرمون دیگه اسمش فرمون دیکات شده. فرمون دیکات شده. حالا اینو نگه دار. نگه وایس از پوست نه نندازی. خب فرمون هم چی بود اسمش؟ لاجیتک 900 خورده‌ای بود. خلاصه که ایال
اینش موند. حالا اینو میندازه آخر سر اینا رو جمع می‌کنیم و میریم. آره دروغ گفتیم ولی خب باقی بالاخره خودمونه. از سیمش کیفیت خوبی داره. راضی ام ازش. سیمش واقعا کیفیت خوبی داره. دقیقاً فرمونه رو زدیم شکوندیم. داداش می‌خوای مستواری کنی؟ مستواری وایسا. از اون ورش کن. این ور؟ نه اون ور. این ور؟ آره. حاجی عجیبه موسیقی که نمیشه. یه لحظه بده. موسیقی کتلت شده ولی چی نمیشه. آقا چند دقیقه شده ویدیو؟ 5 دقیقه. خب تقریبا اوکی. برای مانیتایزش هم 4 دقیقه. آقا آماده این ماشین رو روشن کنیم از روشون رد شیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعدش محکم میزنیم زمین. آقا ناموسم من یه بار من آخرش میندازیم همه رو میشکنیم. باش گاز بده. یه جلو سری نه مثل اینکه واقعا سری از اون ور بذار مثل اینکه واقعا ریزه وایساده بذار. حالا برو جلو. حالا بیا بریم جلو. آره وایساده بذار. خب این سگ جونه. وایساده که نه اونجوری نه، از اون ور افق عمودی وایساده. میخوای موسر رو بذاری؟ اینجوری نمیشه آخه. چرا بده بچسبون به لاستیک وای میسته. آها کوین همینو بیا جلو عقب. میگم دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. عجیبه. خب پس موسر رو بذار. موسر رو گذاشتی؟ آره. داری میگیری؟ آره. اینم هیچی نشد. خب از اون ور بذار. حالا این چجوری تو آتش سوزی سوخته اصلا؟ از اون ور گذاشتی؟ بیا. سالن ها میریم خونه استفاده. خب یه بار دیگه. یه صدای بد داد. اینو دیگه وایساده بزن ناموسم. خب حاجی من ازم ویدیو بگیر. ببین من به نظرم کوالیتی خوبی داره. درک قفل نمیشه. کوالیتی خوبی داره به نظر من. یه لحظه وایسا. اوکی. آقا شما شکل میخوای پی او وی بندازی؟ اینو میارم. اینو فقط نزنی به ماشین حاجی. حالا کالا بازی کردی. مثل گیمه. جالبه. نه جالبه. هیچ نشد. ببین بیا بده. حالا من نگاه کن. اینجا رو میگیری؟ اینجا بکار. نه حاجی. حاجی وایس. حاجی بازش کردیم. میخوای ببینید داخل کیبورد ریزر هانسمن تورنمنت چیه؟ آخه هیچی نیست. برد سالم. خب بچه‌ها ریدیم ویدیو تا اینجا تمام. برد سالم بود. نه برد ولی نه مثل که برد سالم. این چجوری هنوز وصل؟ دقیقاً وصل نیست. این وصل نیست. اگه اینم بکنی تقریباً اوکی که منو بگیر. اینو باید بیا بزن. نه ببین نگاه کن. وایسا. اینو بذار اینجا. وایس. ریدم. محکم بپرید. با یه ترای باید بزنی. مثلا نگاه کن. یه لحظه منو بگیر. وایسا با یه ترای. میخوام یه چیزی بگم بهتون که ببین مثلا میگی اوکی ریزر گرونه نمیارزه کسی مثلا بخواد ریزر اینا بخره، ولی خداییش منو بگیر اول بابا. خداییش کوالیتی که ریزر داره میده واقعا اصلا یه دنیا دیگه است. من خودم فن لاجیتک ام ولی خب ریزر هم چیز بدی نیست. مصاحبه شد واسه شیکوندن اینایی که آتیش گرفته. عرق کردم. ویدیو رو خاموش کنیم بزنیم بشکونیم خود نه. فن لاجیتک. خب یه لحظه حالا بریم از فرمون میتونیم رد شیم با ماشین. ببینیم ماشین چه حالت استفاده. دقیقاً. شکست. شکستاجی شکوندیم ایول و چیزی نمون جز رازر سارمینی. آره همون. خب آقا نایمینی رو آوردیم؟
سایمینیه نه سایمینیه رو نیاورد. البته از سایمینی تقریبا چیزی نمونده بود که بخوایم بیاریم. حالا بیاریم اینا رو بندازیم دوره تو صندوق ماشین که جلو دست و پا نشه که خوب اومدم. موسه خب بچه هم بزن قیچی بزنم بنداز. نه آجی اینا رو دیگه اینو که میخوای نه با میندازیم سطلاش. خب نه دیگه بده میخوای بزنیم بشکنی؟ وایسا الان یه لحظه چشمون رو ببندیم. نه دیگه وایسا هیچیش نمیشه. بگیر که میخوایم با این خدافظی کنیم. نه ننداز خودش ننداز با پا ننداز. لازم داریم. آره میخوایم بندازیم سطلاشگاه آخر. خب وایسا خب الان میندازیم سطلاشگاه. همینجا میخوای ول کنیم؟ آره دیگه. حالا اونو ول کن. اینا رو بندازیم پشت ماشین. اینم که بندازیم زمین. نمیشه من اول استارت بزنم؟ نه اینو بندازیم زمین فقط. اونجوری نه. اینطوری؟ نه حیف آره خرابه حیف. بگیر یه دقیقه. اونو بده ببین. صدا تا آخه کم میاد. با سلام فیلم بردار لذیذ هستم. فرمونی که میبینید اینجا چقدر فرمونه دیکات خیلی سنگینه. کمی از ماشین دور میشین. میکروفون متحرک با من بیا. میکروفون متحرک هستم. ایول ماشین اومد تو یک کات بخوره بیاد. خب بچه‌ها چی شد؟ یک کات خیلی بد خورد دستم. آره آیفون 7 اینم میزنیم میشکنیم الان. دقیقاً SE 20 من 2 تا شات دارم. 2 تا شات داره. شات اول. لطفاً کم عقب وایس. نمیتونم میکروفونم. راست. میخوای تو نیای؟ شات اول. آره تو نیای همونجا بمون. شات اول اینجوریه که یه پا عقب یه پا جلو. میبریم عقب. میندازیم بالا. هیچیش نشد آجی هیچیش نشد مسی هیچیش نشد. شکست که نمیشه گفت ولی نمیه رفت تو یک جوله و این کاملا بده آجی بده. شات دوم فقط نندازی رو ماشین. شما به صورت صلیبی یکم برو هست صلیبی خب اوکی. دست خودتون رو باز وقتی که دستتون رو باز کردید بابا نندازیم. دقیقاً و اینطوری میشه که اینطوری میشه که اونطوری شد. دقیقاً به اینا میگن شات تو شات. به شات تو شات هایی که میگن تو شات بوی اتاق اومد. بوی اتاق چیست؟ میگن شات تو شات. به اتاقی که آتیش گرفته میگن بوی اتاق. بچه‌ها فلش نمیدونم کجا رفت. خب بچه‌ها گمش کردیم. لاجیتک گم شد. خب بچه‌ها دوباره یک کات. همونطور که داشتیم میگفتیم هیچیش نشد. هیچیش نشد و واقعا سالم موند. این چجوری تو آتیش سوزی دیکات شده؟ به حتی سیمشم الان نگاه کن از سیمش گرفتم. اینطوری دارم این ور اون ور میکنم و هیچیش نمیشه. واقعا خیلی محکم و خفنه. بالاخره لاجیتک دیگه میدونی؟ پدالاش چجوریه؟ بریم سراغ پدال. سراغ پدال هم میتونیم بریم. آقا پدال کلاش گاز ترمز. آقا اول یه دنده عقب بگیریم. رو این نمیتونیم. نه رو پدال. آخه چیزیش نمیشه. ماشین چیزی نشم از این مترسم. ببین اگه اینطوری بذاریم رد میشیم از روش. آره بابا چرا نشه. نه خدایش ماشین چیزی نمیشه. لاستیک چیزی میشه. لاستیک پدال دیگه پدال داخل ماشین هم حتی وجود داره. پدال داخل ماشین هم حتی وجود داره. خدایش راست میگفت. خب ماشین رو روشن نموده و عقب میندازی و آروم آروم برو گاز تند فکر کن نمیره. خب نمیره. برو جلو محکم بیا. آره یه سرعت بگیر بیا. به خب آقا دیدیم که آمانته 86 متاسفانه یه سمت شاسش بیپ رفت. خب بچه تقریبا هیچیش نشد. خیلی گرم شد.
و همینطوری که دارم نشون میدم داره. آقا ویدیو لایک کنید، کامنت بذارین، ساب کنید، ما رو ببوسید، دمتون گرم. اینو اینطوری میگیری و نمیشه. باید از حرکت‌های چرخش. نه آجی. آقا یه پرتش کن. ببین اینطوری میذاری اینجا وایسیم روش چی میشه؟ پدال که خودش خم میشد، فکر نکنم چیزی شه. خم نمیشه. وایسا. اگه اینو هم پرت کنیم چی؟ نه آجی اینو ناموسن سنگین نیست. سنگین میاد تو جی مرسدس. داداشم پارسالی با چیزای مزخرفش. بندازم؟ به زودی میاد. بندازم؟ آره بنداز. محکم. دقیقاً هیچی نمیشه. حاجی من متاسفانه یه لحظه برو عقب فقط. بچه‌ها متاسفانه شدیم. یه لحظه واسا. آقا من اینجا ویدیو خیلی واقعا جدیام. واقعا نیومده بودیم اینو بشکنیم ولی بنده خدا داشت میرفت که اومدم دو من بردارم ترکید گوشی متاسفانه. گوشی میشه فوکوس کنه، گوشی فوکوس نمیکنه. حاجی نمیدونم میکروفون سالمه؟ باید سالم باشه. میکروفون سالمه. داداش این اسمش دوربینه. همون آره میکروفون سالمه. بعد بچه‌ها واقعا ترکید. من ناراحت. حالا میرم. آقا خلاصه که همین بود از ویدیو شکوندن وسایل گیمینگ. ولی خب واقعا اون گوشی شکست سر این ویدیو. شاید فکر کنین بعد این ویدیو بریم پشتش عوض کنیم. همین امیدوارم خوشتون اومده باشه. دقیقاً پس لایک و کامنت و ساب بزنین. امیدوارم واشترمر رو به زودی بزنیم و مانیتاشیم ویدیوهای خفن‌تر رو خیلی حال دادید. دمتون گرم. البته اینم بگم اگه مانیتاژ شیم یعنی مانیتاژ شدیم 3000 ساعت واشترمر رو زدیم 1 گیگ وی توی چنلمون میذاریم 100%. البته هر موقع پی سی 100 میلیونی گیوی پی سی 800 میلیونی میذاریم. شاید کل گیوی 10 میلیون باشه ولی خب صاف. مانیتایز شدیم آروین رو میندازیم تو زندون. بله میندازیم تو اسید ذوبمون میکنیم. آره. بله. ولی حالا بدون شوخی گیوی میذاریم که ویدیو رو یک جور جذاب‌تر کنیم. اگه اون شخصی که گیوی رو برد اگه خودش برنده شد یعنی تو تهران بود که خودمون میاد با ما هم تحویل میدیم هم یه ویدیو از ما با خودش داره. اگه حتی خوشش بیاد میاد چرا نه؟ آره شاید خوشش بیاد شاید هم نه. ما فاموس هستیم. ما هم فاموسیم. آره ما فعلا فیموس نشدیم بچه‌ها. فعلا فاموسیم. فعلا آره. خلاصه همین بود از ویدیو امروز. دمتون گرم. روشن خاموش میکنه درام کور شدم. خب آقا اینم از ویدیو امروز. بچه‌ها ماسکشو در بیارین بفرمایید. نه لایک و کامنت و ساب یادتون نره. و تا ویدیوهای بعدی یه دونه از ویدیوهای قبلیامون هم این بالا ساپورت میشه تو دیسکریپشن هم تازه ساپورت چنل اینم میاد آسابش کنید. آسابم کنید. همین دیگه عشق من. تا ویدیو بعدی بدرود. پیس دود